دیدین خیلی وقتا این تلویزیونای LED یا حالا LCD های قدیمی چند سالی کار کردن، گاهی دیر روشن میشن یا اینکه اصلا روشن نمیشن. چراغ مثلا قرمز LED این کنارهای تلویزیون اینا چشمک میزنه ولی تصویر سیاه میبینیم، یا حتی اون چراغ چشمک زن هم روشن نمیشه. حالا دقیقا مثل این تلویزیون ما که مثلا علائم حیاتی نداره، مخصوصا موقعی که حالا میان این مثلا دو شاخ برق و کامل از پریز در میارین، بعد یک چند ساعتی که اینو میزنین دیگه اصلا اینا روشن نمیشن. در واقع اینجور مواقع این مشکل خودشو خیلی بیشتر نشون میده. ببین این تلویزیون های کلا تلویزیون LED LCD من پشتشو باز کردم نشونتون بدم. ببین اینها معمولا 2 تا برد دارن. یک برد که به قول معروف بهش میگم مین برد که این میشه پردازنده تصویر رو اینا روشه. یک برد دیگه داره که این میشه برد تغذیه هست. یه برد دیگه هم دارن این پشت از طریق این فلت میره پایین، بهش میگن تیکان یا همون تایمینگ. برد تایمینگ هم بهش میگن، متصل هست به این صفحه نمایشگر و تصویر رو میسازه، پردازش میکنه. خب این مشکلی که ما داریم برای مثلا دیر روشن شدن یا اصلا روشن نشدن یا چشمک زدن LED برمیگرده به خرابی این برد تغذیه. تو این ویدیو میخوایم که این مشکل رو رفع کنیم و با تعمیر این بردی که اینجا هستش. من برد رو باز میکنم میبریم روی میز کار، حالا اونجا نشونتون میدم که اوضاع از چه قراره. تو این بردهای تلویزیون معمولا ما یک قسمتی داریم که یک سوکتی داریم که میره به سمت، ببینید اینجا این سوکت میره به سمت مین برد، همون مادر برد تلویزیون که کار پردازش تصویر و ساختن تصویر رو به عهده داره. اینجا روی این ولتاژ های ما در واقع روی این سوکت سفید رنگ میافتن. معمولا یک جدولی کنار این سوکت هست که به ترتیب ولتاژ هایی رو که روی این پایه ها ما باید داشته باشیم رو برامون نوشته. ببین مثلا پین اول GND هست، همون گرانت هست، دومی 12 ولت، باز 12 ولت، گران 24، گران 3.5 و پاوران. این پاوران یک موقعی هست شما مثلا ولتاژ رو وصل میکنین و برق وارد مدار میشه ولی اینجا هیچ خروجی ندارین. اینجا باید شما این کلید رو روی تلویزیون اینو تست کنین. وقتی که این پاور آن روشن میشه بقیه ولتاژ هم فعال میشن. معمولا پشت همین برد هم همین جدول رو داریم، یا دقت کنین دقیقا همینجا کامل برای ما نوشته، مثلا ردیف های این طرف 12 ولت 12 ولت و 24 و 3.5 و 3.5 رو باید داشته باشیم. خب ببین توی همچین ایرادهایی که موقعی که تلویزیون مثلا دیر روشن میشه یا روشن میشه فقط چراغ حالا چشمک زن داره، تصویر نداره، تصویر سیاه هست، یا مثلا چراغ استنبای روشن میشه و هیچ علائمی از تصویر رو نمیبینین، اینجاها شک نکنین که یک جای ما ولتاژ نداریم، یعنی در واقع یا حالا افت ولتاژ داریم یا یکی از ولتاژ همون ساخته نشده. نیازی نیست دنبال نمیدونم حالا چک های آنچنانی و نمیدونم تست های آنچنانی به انواع اقسام مثلا قطعات رو تست کنین. 99% این موارد، حالا اگر خیلی اقرار نکنیم 95% این موارد برمیگرده به خرابی یک یا 2 تا از خازن‌ها توی این برد تلویزیون. پس در واقع ما اولین چیزی که نیازه یک چک چشمی خیلی دقیق هست که حالا خیلی هم دقیق نیازی نیست باشه، با اولین نگاه مطمئنا میتونین بفهمین که مشکل کجاست. ببینید این خازن کاملا مشخصه که باد کرده، این خازن هم باد کرده، یعنی با تعویض این 2 تا خازن تقریبا بالای 90% مشکل این تلویزیون حل میشه. بریم عوض کنیم. ببینین یک خازن 1500 میکروفاراد 10 ولتیه، کاملا مشخص هم هست که باد کرده. ببینید تست هم بگیرم براتون. بچه‌ها من این خازن سنج، حالا این تستر رو در واقع تستر قطعات رو یه دوست عزیزی بود که اگر اشتباه نکنم توی زنجان بود اینا رو درست میکرد، دستسازم هست، کار خودشه، آدم خیلی خلاق و کاردرستی بود. این JFRRAS آیدی تلگرامش بود ولی متاسفانه من الان میزنم غیر فعال، شماره هم
حالا شماره‌اش رو داشتم ولی پاک شده، دسترسی الان بهش ندارم. ولی به جای این تستر میتونی از حالا تسترهای T4 T7 اینایی که تو بازار هست کارمون رو راه میندازه. حالا نیازی نیست مثلا به هیچ جای نریم مثلا یه دفعه 7-8 میلیون برین LCR مترو اینا، چه توی کار ما اصلا به کاری نمیاد، انقدر ضرورت نداره که ما بخوایم بریم این همه هزینه. همون یکی از این تسترها خیلی 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 بهتر از اون کارمون رو راه میندازه. خب این 1500 میکروفاراد شده 122 میکروفاراد، ESRش هم 2.7 ohmه دیگه. 100% این خازن. البته هرچند نیازی اصلا به این تستن و همین بالاش که باد کرده، ما واقعا ممنون این خازن. یه نکته هم بهتون بگم، هر موقع دستگاهی رو باز کردین، حالا هر وسیله رو که میخوایم بردش رو باز کنین، اینو در وردین و دیدین که خازن باد کرده دارین، اولین کاری که به نظر من باید بکنین این هست که سجده شکر به جا بیارین. واقعا من وقتی که میبینم یه خازنی به این شکل اینجوری باد کرده، قند تو دلم آب میشه. نمیدونید چقدر خوشحال میشم. کار ما رو خیلی راحت میکنین. خب بریم این خازن ها رو عوض کنیم. بچه من بردو بستم، لازم من فوکوسینگ درست کنم. بردو بستمش الان. ببین به سرعت اومد بالا. اینم منوهای بالای تصویر. به همین سادگی با تعویض 2 تا خازن مشکل رفع شد. ممنون میشم اگر ویدیو رو لایک کنین. اگر سوالی هم دارین که توی کامنت ها بنویسین، من در خدمتتون هستم.